اینو نگاه کن. تو 3 تا نکته میخوام ات وارو باز یاد بدم. خیلی ساده است. نکته اول، آقا برعکس واروی معمولی سر اول میره، یعنی سر میره دستا دنبال سر میره. نکته دوم، دستو که زدم رفتم رو حرکت، دست دوباره بر نمیگرده، بدنه که خودشو میرسونه به دستا. پس دستو زدم، دستا میمونه، بدن میاد. نکته سوم، آقا یه کمر تو این واروباز هست که پیدا کردنش یه خورده سخته، واسه همین بعضی میگن من یه واروباز بزنم، میزنن این شکلی میچرخن. حالا این کمره رو یا بدنتو بس صفر کنی رو این حالت که پیداش کنی، یا باید بالاتنه رو بدی بره، بدن رو شل کنی که این حالت کمونه شکل بگیره. در کل شکمه رو باید پیدا کنی، یعنی دست، سر، شکم نگه میداری، یهو پا رو جمع میکنی. یکی دیگه میزنم نگاه کن. بفرست، شیرش کن، سیوش کن. با این کارا به پیج من کمک میکنی. خیلی ممنون. مخلص شما، امین بولو.